سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این جلسه قراره نوت هایی که جلسه اول تئوری موسیقی یاد گرفتیم رو روی دسته گیتار اجرا کنیم. اگر فیلم جلسه اول تئوری موسیقی رو ندیدی لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم، حتما نگاه کنید چون پیش نیاز این جلسه هستش. قبل از شروع لطفا ما رو حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. بریم برای شروع. خب ما از نوت می که زیر سه تا خط کمکی هست شروع میکنیم که بمترین نوت در سه‌زدهی گیتار میشه، یعنی آزاد سیم 6. از این بمتر دیگه نیست توی گیتار 6 سیم. نوت می آزاد سیم 6 یا دست باز. دست باز چیه؟ یعنی با دست چپ هیچ نوتی نمیگیریم، هیچ فرتی نمیگیریم، یه دونه فقط آزادش رو میزنیم با انگشت آی از دست راست. خب نوت بعدی فا، فرت 1 سیم 6 با انگشت ام، همینجوری یکی در میان، آی ام آی ام. نوت بعدی سول، فرت 3 سیم 6 مجددا با انگشت آی. پس نوتای روی سیم 6 گیتار شد: می که آزاد بود، فا فرت 1، سول فرت 3. میریم روی سیم 5، آزاد سیم 5، لا فرت دومش، سی فرت سومش، دو. پس نوتا روی سیم 5 چی شد؟ لا، سی، دو. میرسیم به سیم 4، آزاد سیم 4. سیم 4 هم مثل سیم 5، یعنی آزاد که میشه ره، فرت دوم، می، فرت سوم، فا. یه بار دیگه مرور میکنیم: ره آزاد، می فرت دوم، فا فرت سوم. سیم 3، آزاد سیم 3 سول هست، همون نوتی که روی خط دوم حامل قرار میگیره. آزاد سیم 3 سول، فرت دوم لا، سول، لا. سیم دوم، آزاد سیم دوم نوت سی هست، فرت 1، دو، فرت 3، ره. پس چی شد؟ سی آزاد، دو فرت 1، ره فرت 3. میریم سراغ سیم 1 که آخرین سیمه، آزادش، می فرت 1، فا فرت 3، سول. یه بار دیگه: می، فا، سول. یه بار از بالا به پایین میزنم براتون. به سول که رسیدین، سول سیم 1 که رسیدین، میتونین دوباره برگردین، یعنی برعکسش رو برید رو به بالا، ولی تسلط بیشتر، یعنی سول، فا، می، ره، دو، سی، لا، سول، فا، می، ره، دو، سی، لا، سول، فا، می. همینجوری تمرین کنید. خب این تمرین هم مثل تمرین جلسه دوم آموزش گیتار یک بار کامل گوش کن و به دستان با دقت نگاه کن. سری دوم با من همراه شو و بزن. سری سوم هم خودت تنهایی تمرین کن. خب امیدوارم این جلسه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و نهایت استفاده رو برده باشین. تمرین که بهتون دادم رو حتما روزی 1 ساعت تمرین کنید. سوالات و مشکلاتتون رو داخل کامنت ها برام بنویسین، حتما جواب میدم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.